جنجال تازه توی فضای هنری ایران که پژمان جمشیدی یکی از چهره‌های محبوب سینما و تلویزیون رو درگیر کرد و واکنش‌های شدید و بحث برانگیز رو به همراه داشت. از استوری‌های تند کتایون ریاحی و مهناز افشار گرفته تا پاسخ احساسی و خشم‌آلود خواهر پژمان مامک جمشیدی. اما پشت این موج واکنش‌ها چه پیامی پنهان شده؟ سلام دوستان عزیز، توی این ویدیو نگاهی میندازیم به حواشی اخیر مربوط به پژمان جمشیدی. واکنش‌های متفاوتی که از سوی هنرمندای مطرح کشور منتشر شد باعث شد این بحث فقط محدود به یه پرونده یا یه چهره نباشه، بلکه به مسئله بزرگتری به نام مسئولیت اجتماعی سلبریتی ها تبدیل بشه. بعد از حواشی به وجود اومده، کتایون ریاحی توی یه استوری نوشت برای روند صحیح قانون تلاش کنیم. محاکمه چهره‌های قدرتمند با اتهامات خشونت جنسی این پیام رو میده که هیچ کس فراتر از قانون نیست. در واقع اون بدون نام بردن از شخص خاصی تأکید کرد که سیستم قضایی باید مستقل و شفاف عمل کنه و صدای قربانیای خشونت جنسی نیاز به شنیده شدن داره و در آخر تأکید کرد در کنار قربانی دادخواه بایستیم. در ادامه مهناز افشار هم واکنش نشون داد و نوشت چیزی که توی این مدت بابت اخبار پژمان جمشیدی، علی زیا و اخبار مربوط به چنین مردهایی منو بیشتر تحت تاثیر قرار داده و متاسف کرده این بود که اگه جای هر کدوم از اینها یه زن قرار گرفته بود، جریان پرسشگری، نقد، حمله و حتی تخریب 100 برابر بود. حقیقت تلخ اینه که زنها همیشه در معرض حمله و تخریب هستند و حمایت نمیشن و نادیده گرفته میشن و تأسف جایی بیشتر میشه که زنها به جای حمایت از همجنس خودشون کنار چنین مردهایی قرار میگیرن. مهناز افشار این موضع رو با جمله‌ای تموم کرد که لحن حمایتی از زنان قربانی داشت. به عنوان یه زن کنار همه زنایی هستم که بهشون ظلم شده، چه ازشون خوشم بیاد چه نه. این اظهار نظر در فضای عمومی به عنوان همصدایی با کسایی که خواستار شفافیت و رسیدگی قانونی هستند تفسیر شد. اما نقطه اوج جنجال واکنش مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی بود. اون توی استوری خودش نوشت برام جالبه هر کدوم از خانومایی که بیشتر دارن این وسط میخورن یا کسایی هستن که تو سینما هیچی نشدن یا اونایی هستن که حالا که از سکه افتادن یادشون افتاد بهشون تجاوز شده. اون در ادامه از منتقدان برادرش با لحنی تند انتقاد کرد و گفت چرا اون موقع که خوشخوشانتون بود سینما و جمهوری اسلامی عالی بود، حالا همه چی پیف پیف شده؟ این واکنش صریح و احساسی موجی از واکنش‌های متضاد به همراه داشت. عده‌ای از اون به خاطر حمایت از خانواده دفاع کردند و عده‌ای دیگه این نوع بیان رو تضعیف گفتگوی منطقی دونستن. نظر شما چیه؟ آیا واکنش کتایون ریاحی و مهناز افشار رو توی راستای عدالت اجتماعی میدونین یا با مامک جمشیدی هم نظر هستین که این موجها بیشتر جنبه تخریب داره؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها بنویسین، چون تحلیل واقعی وقتی شکل میگیره که دیدگاه‌های مختلف شنیده بشه و اگه دنبال تحلیل بی‌طرف و مستند از اتفاقات روز هنری و اجتماعی هستین، کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعد رو از دست ندین. در نهایت این ماجرا به ما یادآوری میکنه که گفتگو حتی توی فضای پرتنش و احساسی تنها راه رسیدن به درک عمیق‌تر از واقعیت هاست. یادمون باشه تا چیزی ثابت نشده نباید چیزی یا کسی رو قضاوت کنیم. تا ویدیو بعد، بدرود.